اگر به شما بگویم یک نفر توانسته فقط با یک ویدیو کانال یوتیوبش را مانیتایز کند، آن هم بدون پشتوانه رسانه‌ای، بدون اسپانسر، بدون تیم، فقط با اتکا به درک درست از نیاز مخاطب و تولید محتوای هدفمند، شاید اولش باور نکنید، اما این داستان دقیقاً همان مسیری است که یکی از خلاق‌ترین خالقان محتوای ایرانی طی کرد، کسی که فهمید در یوتیوب موفقیت با تعداد ویدیوها به دست نمی‌آید. میشه فقط با یه دونه ویدیو کانال یوتیوب تو به درآمد برسونی؟ برای اینکه ثابت کنم میشه، این کانال یوتیوبمو فقط با این یه دونه ویدیو به درآمد رسوندم و الان همین ویدیو برام 138,000 تا ویو گرفته و روزی $3 برام پول در میاره. بلکه با درست بودن ویدیو به دست می آید. در این ویدیو می خواهم رمزهای پشت پرده این موفقیت را برایتان بگویم. چطور ممکن است فقط با آپلود یک ویدیو در یوتیوب به درآمد برسیم؟ او دقیقاً چه کاری کرد که دیگران نمی کنند؟ و چطور از صفر تبدیل به یک کانال رشد یافته شد؟ همراه من باشید. اجازه بده از اول شروع کنم. خیلی ها امروز وارد یوتیوب می شوند با این تصور که اگر زیاد تولید کنم بالاخره یکی از ویدیوها وایرال می شود. اما واقعیت این نیست. این طرز فکر انسان را خسته می کند، سرخورده می کند و در نهایت باعث می شود قبل از اینکه نتیجه را ببینی میدان را ترک کنی. اما همینجا تفاوت اصلی این شخص شکل گرفت. او قبل از ساختن اولین ویدیو فهمید مسئله چیست. فهمید بزرگترین مشکل تازه کارها این نیست که چگونه فیلم بگیریم، بلکه این است که از صفر تا رسیدن به درآمد چه شکلی است، واقعاً مسیرش چیست. به همین دلیل به جای اینکه فقط تکنیک آموزش بدهد، فرآیند را نشان داد. به جای حرف زدن از کلیات خودش وارد میدان شد. یعنی به مخاطب گفت بیا با چشم خودت ببین چه چیزی کار می‌کند و چه چیزی نه. با همین جادوی کارش بود. چون در یوتیوب مردم دنبال کسی نمی‌گردند که فقط حرف بزند، بلکه دنبال کسی هستند که نتیجه حرفش را زندگی می‌کند. اینجاست که پیام الهام بخش نهفته است. او ثابت کرد برای موفق شدن لازم نیست 100 ویدیو بسازی، لازم نیست تجهیزات فوق‌العاده داشته باشی، حتی لازم نیست تجربه 10 ساله داشته باشی. کافی است از جای درست شروع کنی. اگر مسیر تو روشن باشد، اگر بدانی دقیقاً چه دردی را درمان می‌کنی، اگر بفهمی چرا مخاطب باید تو را نگاه کند. یوتیوب نه دشمن توست، نه مانع توست. یوتیوب تبدیل می‌شود به فرصت تو. او این پیام را به همه ما می‌دهد. مهم نیست چند تا ویدیو ساختی، مهم است چند تا ویدیوی درست ساختی. گاهی فقط یک ویدیو کافی است. اگر آن ویدیو نیاز واقعی را هدف بگیرد، انگیزه‌ای که این مسیر می‌دهد بسیار عمیق‌تر از عدد و درآمد است. چون تو می‌فهمی موفقیت در یوتیوب پاداش الگوریتم نیست، پاداش تفکر است. و شاید زیباترین نکته اینجاست، او قبل از اینکه از یوتیوب پول بگیرد به مخاطبش ارزش داد، به مخاطبش امید داد، به مخاطبش مسیر درست را نشان داد. و جهان همیشه به کسی که ارزش می‌دهد پاداش برگشت می‌دهد. پس درسی که از این مسیر می‌گیریم این است: اگر تو هم امروز نه از روی فشار بلکه از روی آگاهی شروع کنی، اگر تو هم فقط یک بار یک ویدئوی واقعاً درست بسازی، شاید همان یک ویدئو همان تغییری باشد که زندگیت منتظرش بود. موفقیت همیشه از اولین قدم آگاهانه شروع می شود، نه از اولین محتوا، از اولین فهم. و تو هم می توانی، همانطور که او توانست. فقط کافی است تصمیم بگیری. این بار درست شروع کن، نه زیاد. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر از ویدیو خوشتان آمد کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید و ویدیو رو لایک کنید.